خب برادر وای سوالات بپرسید و آخر رو میکنیم. ما اصلا برادر حسین اشرف پیش با برادرایی که اینجا حضوری همین برنامه هستند در داخل همین برنامه هستند در استودیاتون با هم سلام برادر هستند عبدالله و دیگر هموطنایی که میدرویند گوش دارن. ما چی گفتم بهترین برنامه یکمش بسیار منبری خوب ما نمید ان شاء الله ایده خوب یک پیشنهاد بله نه یک پیشنهاد است ده یک پیشنهاد است ببینید اگه جای ناامکانش نیست همون تمام مینیستر دیپلمات تمام همون اقتصادشیات همش جمع کنه باید لو یک پیشنهاد که به همون شفات بیاین مردک باری مرد باشن نمی در روی ما بگن خواهین میگن مراد نمیدونم اکستریمیست میگن تروریست میگن مردک باری گفتی ختم بروین در رو به رو قطعی مردا گپ زنین دیگر دست بکشین از خونه رفتن به خونه مردم به خونه مخالفا بس اینا ببینید این برا هستن. یک چیز دیگه برادر وایس همون کی را گفتنی همین فیروری چی که همین استودیو را یاد بگی بعد یاد شومتی و گردبانو تا که و هم بتونن درآمده ایست بسیار ادوب نده و صداتم خوب میاد. اگر ندونن یادشون میتین اگر نتونی اینا وایس دین برادر در خدیج تماس برو یادت میته بسیار پروگرامی خوبه برادر. من میتونم این چیزا دارم من این چیزا دارم ولی یک روز باید خطی کبیری گپ زدم یک دو سوالو دارم من اینا برای همه من این استودیو را تقدیم چی کردگی آیتلو همین گوش کنده یک چی میگم همین چی خیلی کم بی پاپوتی پاپال شید تو در اینجا در اومدی من باوری دارم دیگه با فکرم تو خیلی برنامه رو نمیبینی یک سب آیتلو یک سکون خب که در یگم سوال همین برادرو در یگم سوال همین برادرو منطقانه جواب دادن نتونستی جواب دادن مردک باری اینجا را 7000 8000 نفر دیدستی اینو می بخون چی نوشته سیانتا مردک باشی ناموس داشته باشی ایزو میکشه بچه یگم سوال دا جواب دادن نتونستی قطعی بحث کردن از این و بعد دیگه معنی نداره بیا یک باقلا فایروت که در همجا اگر باشه در همون داخلتون بروین از این و بعد قطعی نمی ما رو برو شده ما گفته استیم که نمی اومالی خوین است دلیل ها داریم بروین صحبت کنین دیگه توکای میترسین توکای گفته چی دخوار فقط هم خوینا و اکستریمیستا گفته میگردین بروین مردک باشین پخش مستقیم بروین ای چی میترسین ای کی میترسین پیشنهاد کنین با پیشوای ملتون اگر حق باشه از خودش باوری داشته باشه او سفیر است او نمیدونم وزارت کار داخله و بیرونه کسی باشه نباشه کدوم وزیرش نباشه فرزندش است گپ دارن از خودشون باوری دارن برویان در این چنین برنامه قطعی نماینده های مخالف قطعی شهروندو قطعی مهاجر عادی ما حتی صحبت هم نمیکنیم مهاجر عادی خودش جوابش میته من باوری دارم با امامعلی تام با رستم تام اگر کم ترک مردک شوانو دل گرده پیدا کنن برویان میخه اشکار صحبت کنن دیگر من هیچ گفتنی ندارم برادرها برای ریکورد زنده باشی برادر تمام خدا نگهدارتون تشکر زیاد سلامت باشی یک دقیقه صبر که برادر فیروری برادرایی که در استودیو با ما هستین من خواهش میکنم کسانی که بدون چهره آمادگین اونا رو من قبول نمیکنم خلاصه بهتر است که اگر که در اینجا زنگ بزنین در رقم تلفنی زنگ بزنین سر اون آواز خطی گپ میزنین به خاطر در اینجا وقتی که ما شما را قبول میکنیم دیگر برادرایی که با چهره میان الان مثلا با چهره آمادگی یک چند برادر اونا رو من قبول کردن نمیتونم اینجا فقط 10 نفر من میتونم خب برادر اصلا بیا سخن آخرون تا بزن با این انا کی آیت‌الله هم سنگر بود آیت‌الله خیر اصلا ایگو در برنامه آزاد خیلی وقت شدگیم خدا را شکر بگو با همین آیت‌الله یک چیز گفتنی هستم که برادر عزیزم آیت‌الله اگر همین کاری که فقط کی را میبینن این در بگیم در میان نمو میکوان همو کسایی که وقت مبارز بودن برگشتن همه را تلا میکنن که شما گپ زنین ما که ما منبر بگیم بیان منبر تو میتین یگون تاریخ اونو بگیم گپ زنن این آیت معلومه بله در آخر گفتنیم که اگر که همین کاری که آیت‌الله کرده ایستاده است اگر یعنی که امین نگاه بداره آیت‌الله را در سر فرزنداش از زندان بیرون نگه داره اگر یعنی خاطر همین کرده ایستاده باشه ما روزی هیچ گم نداره و بگیم که یگان
چیزام نداریم. یگان خصومت هم نمیکنیم اگر این کارو آیت‌الله را در بالای فرزنداش نگاه کنه بیسته، یعنی داخل زندان نبره. خب دیگر هم خیلی هستن. سلامت باشی برادر. خیلی انشالله که پیغام شا گرفتی. خب یک برادر دیگر را داخل استودیو میکنیم. خب برادر صدای ما را بشنوی برادر؟ الو یک دقیقه برادر، یک برادر دیگه در استودیو با ما است. صدای ما را میشنوی؟ خب خیر، صدای ما را فکر میکنم این برادر نمیشنوه. خب برادر عبدالحی بفرما. یگان چیز دیگه داری؟ یگان پیغام دیگه داری؟ تلفن رو هستش زنگ اومده شده. اکنون ما از هیچی گفتن بعد کوتاهش میگیرم چون که اکی جانی من شما محسوب داره که این بیچاره در یک جای خوب قرار نداره. لیکن به هر حال میشوه که مثال بری که زیاد نفر رفتن با مثل جانی من نشینن. خیلی یک بخشش پرستانه کفه زندگیش شدن. این جان مکان ترک که زونش کلانتر داره لیسیدن. فقط هم میگم که جان با همه تغییر نشه که با مدرسه میش کردم که پگاه محکمه گرفتیم مطرح پشتیبانی کنم. مال خیر خانوتون بخدا. بیا زنده باشی. خب اینجا یک در زنگ. خب نه اونا که رفتن. خب برادری که در استودیو با ما هستی صدای ما را میشنوید شما؟ آوازت محکم است، به آواز نما بکشم. خب بکشم میکروفون تا بکشم. خب بفرما. میکروفونت کشتگی است برادری که در استودیو با ما مهاجر بچه. خب شما را ماکو مهاجر بچه سلام علیکم بفرما. صدای ما را میشنوی؟ علیکم سلام. خب میشنوی صدای ما را؟ سلام علیکم. اون بچه خیلی به فکرم رفت. خب شما صدای ما را میشنوین؟ برادر زوها نه کیه چیز نمود؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله برادر. شما اون یوتیوب خاموش کنین، شما مستقیما با ما صحبت کنین برادر. همی یک تا آیت بود چی بود؟ همی الان هم آیت شما را الان میشنویش؟ میشنوم آیت. میشنوه کو گبزه. یا سگن. نه بدون تأخیر برادر. بیا گپ زنیم صحبت. ما درباره موضوع گذاشته بودیم درباره این همین ویدیویی که امروز از همین جوانمرد اینا گفت موضوعش میگم صحبت این طرف رفت مورا مونده. من برادر عبدالستار او درد جامعه را گفت یا فقط درد شخصی خودش گفته؟ شما برادر از یوتیوب مرا گوش نکنین، خواهش میکنین فقط مستقیما با ما صحبت کنین. یورا باید تب ببندی. خب الو سلام علیکم برادر. علیکم السلام و رحمت الله برادر. برادر قطعا آیت الله ما گپ زده استم گپمو فهمیده سای. بله شنویده است. آیت میشنوید برادر؟ برادر آیت الله شما در بحث همی سویت کشی و همچیده بسیار گپ زدید که افغانو برادر ما ایسوسو بسیار گپ زدید ها؟ الو بله گوش دارم. بله شما آیا میدونید در تاجیکستان اقتدار همه گس همه تیتس ها چند قدر اقتدار دارند؟ همی شنویدی؟ الو من شنویدم. بس اولش هم که جواب میتونم الحمدلله خیلی لازمه بتا دوستم. برادر آیت الله گپ تو آخر گوش کن. گپ زیاد نکن، گپ تو آخر گوش کن. همین طولی بد نکش، همین کارت که یاست، همین چوت که جواب دیگه بگیم صحبت دیگه برادران ما فکر می‌کنم صحبت بکنیم. برادر حسین دیگه نکردم چند تا خارجی دور برادر حسین بله همی به همه خلق به همه مردم رسوندنیم که همه میتونه که خودش حساب کتاب کنه که به هر یک سری مردم چند قدر کیلووات سویت میرسد. در رویت اقتدار جمهوری تاجیکستان رو فهمده حساب کتاب کنه که همی آیا زیادتی هست یا که کم است. همی زیادتی های همی در همی این زمان زیادتی های که در همه شب روز بتیان سویته
неки هیچ نمیدونه که کجا رفته باید. بله متاسفانه. بعد یک گپ دیگه در اولی همین برنامه یک برادر گپ زد، گفت که از کجا میدونید که مهاجرو 1.5 میلیون در روسیه هستند. همین اگر 1.5 میلیون نباشد در نیم سال در 6 ماه 2.5 میلیارد دلار چخیر оборот تو میخوره در تاجیکستان با 300,000 آدم. آیا همین ممکن است؟ اویات نباید. خب خیلی که این سوالی را جواب چی بعد ما یک چیز دیگه بگم. ما سوالش را جواب دادم. من گفتم که اویدی خارجات حاصلات برق اویات الله خرچی من گفتم اویدی سویتت مرد اویدی نه سویت نمرد مینوت بسیاری بعد رفت مرد هیچی هم نداره معلومه ندارم. سوال میگابایت نبگو میخرم. میگابایت من الحمدلله که رایگان های برای همین در خدمت شویده مشکل نیست.